سلام علیکم عزیز، سلامت خانوادتون باشه. در وقتی مکتبخانه گفتم که هیچ کس بازی نمی‌کردم، بعد یک کودکای هم 3 بجه شاوخوا می‌کرد، یگان کودک خونه‌مون می‌درآمد. بعد میگفت اپا اپا دیگه بجه شم میگفتم چه کودک میگفتم میاد خانه قش بازی می‌کردم و می‌کردم هر چی قصه از کتابی خوندگی چیزایی چی من کودکی نقل می‌کردم. بعد با همراه طعام عبید می‌کردیم، بعد خوابش می‌کردم کودک. با او چش گفتنی میومد. بچه مرا ندین یا که دختری مرا ندین. در واسه میگفتم میده خونه ما کنی میگفتم خوبه و خوبش کردین هو بیدار شد بگیری بهش خونه میگفتم هو آخه کودکان ما دوست می‌داشتم کودک کودکان هم سمی اومدن که میشه بچه شاوخه که خانه ما میدار اومدن بچه شاوخه کن در ما خب پیشدگی بود محکم نبود در روزه ما بعد آخه کودک خیلی بازی می‌کردن کودک هم نازی نه کودکی بعد جنون پیدا شد کلینیک کلانی کودک کرد اپم کودک کرد جنون با می اومدن در روزه صورتی بازی می‌کردیم بازی می‌کردن با کودک در خانه در کوچه نه من کوچه نمیبرم کوچه ناز نمیدم کوچه با همراه پدر و مادرم یگانجا میرفتم مکتب میرفتم راست مکتب میرفتم میومدم از مکتب عضو باشگاه نقل میکنم درباره کودکان گفتم که می‌رسه اولی ویدیو که کودک خیلی خیلی باز میکنه کودک از کودکی دوست می‌داشتم دوام ویدیو باور کنم که در مکتب با همراه همسنفام میومدم همسنفایم در ویدیو که بودم که آیا با خانوشون جدا میشدن یک میومدم با همسنفام با سواری گل میومدم سعیده که تویر سعیده ای اشون عزیزه سواری گل اول خونهشون خیلی میکردی میدار اومد ای طرف کوچه بودن سعید خیلی میکردی میدار اومد خونهشون ای با عزیزه قدیمی دو کسایی میومدیم تو سری کوچه با او میرفت طرف کوچه و همسایه کوچه من این طرف بخودم میومدم تو خونه هم خیلی لیکن مکتب یا خواهرم قطعی میرفتم یا خودم تنها میرفتم یا مایده بودم سین یک تا سین چهار برادری همون از دنیا گذشتگی هم مرا با مکتب میبرد از خودم 5 سال کلان مکتب بردم میآورد تا صنف چهارم میرفتیم برای که سحری خام بودم ما سحری خام بودیم در صنف یکم تا چهارم اگر خطا نکنم بعد ما نصف روز بعدین چی میگن سمینه میخوندیم با خواهرم قطعی میرفتیم خواهرم میگم خودم یک سال خوردم بعد انا میگونم مثال من کودک بودم کودکی غیر عادی نابغه میگن کودکی نابغه با هر کس من گپ نمیزدم بازی هم نمیکردم دیگه کودکو میمونم و کودکو چی بود اینترس نبود کودکو قطعی گپ کردم کودکو دوست می‌داشتم کودک از کودکی دوست می‌داشتم حالا کودکو دوست می‌داشتم از همین کوچه در میرم که جوک میرم کودکو ما رای دستش خیلی میکنه کودکو میده برای که کودک میگن که روسا میگن کودک آدمی خوبه حس میکنه نخواه میبینه از چشمش انسان کودک حس میکنه آدم حس میکنه کودک من خرفت تستم کو رو پارو کودک مولش خیلی مولای است شهر کسی میبینن میخنده طرف دستش خیلی میکنه یا که حیوان مرا میبینه میبیاد پیشم حیونا هم حس میکنن آدمی خوبه سگ از کدوم جای ما در 20 شهری که ما هستیم سگا میبینن پیش ما یک نگاه میکنن خیلی نگاه میکنن با ما خیلی میکنن با میرون سویبوشون فرا میکنن میگم доброе утро добрый день خیلی میبینن سگاشون خیلی سرگشت میکنن کنیم جای ما در من نسبت کودک هم خیلی شما بودم نسبت یک همسنفام گفتگی بودم شما کو همسنفا قدیم فقط وقتی درس سوش نگردم میکردم که دوستی نمیکردم دوگانه مادرم و دو جورم پدرم و با پدر مادرم سیر میگفتم و با برادری از دنیا گذشتگیم بس 3 نفر من سیر میگفتم سیری که در پدرم میگفتم در مادرم میگفتم سیری که در مادرم میگفتم در پدرم میگفتم بود برادرم قدی دل چه هم دلی میکردم دیلم رو چی خولی میکردم در برادری خوردیم با دلتی میکرد برادری خوردیم 3 نفر در فقط من روزی دل میکردم پدر مادر و برادری خوردیم دیگه یگان نفری خانواده من دل نمیکردم باور نمیکردم در هیچ کس من اینجوری انسان با آدمای خونه باور که نکنم سیدل نکنم بدگونه چیکار سیدل میکنم من خیلی انسان بله همین خانواده کودکیش میگن نابغه غیر عادی می ندارم شما